صبح یک شنبه شما بخیر. اغلب شما گردنبند عقابی رو که به گردن میندازم دیدین. اینو واسه این میندازم که دائم یادم باشه که عقاب هستم. چرا؟ واسه این که عقاب وقتی که در ارتفاع پایین و جاهای پست پرواز میکنه کلاغ‌ها بهش حمله میکنن. کلاغ پشت گردنش میشینه و دائم به سرش از پشت نوک میکوبه. ولی عقاب هویتش رو فراموش نمیکنه. با کلاغ درگیر نمیشه چون که کلاغ نیست، عقابه. تنها کاری که میکنه اینه که خودشو بالا میکشه، بالاتر بالاتر بالاتر، تا جایی که نفس کلاغ بند میاد و مرده میفته. و این منو یاد کلام خدا میندازه که با تاکید به من میگه که در اون چه که یاد گرفتم استوار و قائم باشم، مخصوصا در رابطه با هویتم، این که کی هستم. ولی عقاب حقیقت دیگری رو هم که واقعا احتیاج دارم دائم به من یادآور بشه، به من یادآوری میکنه. عقاب، این پادشاه آسمون ها، عمر طولانی داره، گاهی تا 70 سال. اما حدود 40 سالگیش عقاب به یه نقطه حیاتی تو زندگیش میرسه. چنگالاش دیگه انعطاف ندارن، منگارش کج و سنگین شده، بالهاش با پرهای ضخیم و چسبیده دیگه پرواز و واسش دشوارش میکنن. تو این لحظه عقاب باید یکی از سخت در این تصمیم‌های زندگیش رو بگیره، یا تسلیم بشه و بمیره، یا اینکه وارد فرایند دردناکی بشه، فرایند نوسازی. اگه تصمیم به زندگی بگیره، به بالای کوهی بلند پرواز میکنه و در پناهگاه امن اون میشینه. در اونجا با منقارش بر صخره ها میکوبه تا منقار قدیمی و فرسودش بشکنه. پس بعد از اون منتظر میمونه که منقار تازه رشد کنه و با این منقار تازهش چنگالهای کهنه خودش رو میکنه و بعدش شروع میکنه به کندن پرهای سنگین و قدیمیش. این فرایند خیلی دردناکه، طولانیه، ولی پس از چند ماه منقار و چنگال و پرهای جدید در میان و عقاب تولدی تازه پیدا میکنه. حالا با قدرت و شکوهی تازه تا سالها میتونه در اوج آسمان پرواز کنه. من هم در زندگی روحانیم به چنین لحظاتی میرسم که بارهای سنگین گناه، تلخی، ترس، شکست، درماندگی، حتی خودمو در بن‌بست ها دیدن منو فرسوده کنه. اونجاست که این گردنبند عقاب به من یادآور میشه که دعوتی از خدا دارم که به کوه حضور او برم و تسلیم او بشم و اجازه بدم که او منو باز تازه کنه، حتی اگه این روند با درد و صبر همراه باشه. عزیز من، فراموش نکن کلام خدا بهت میگه اما آنانی که برای خداوند انتظار میکشند قوت تازه خواهند یافت، چون عقاب پرواز خواهند کرد و خسته نخواهند شد. این مال تو هست، تو عقاب هستی. درد تغییر سخته، اما شکوه پرواز ارزششو داره. به دیسیپلین فیض.